گم شده. کی بچه رو بردن؟ تقریبا 7 ساعت پیش. 7 ساعت قبل. سلام علیکم. علیک سلام جناب سروان. اونو بلندش کن. ببخشید مگه مشکلی پیش اومده؟ نه برای گردش اومدیم. یالا اونو بازش کن. یه شکایت داشتیم. ای بابا مظلومو میبینیم و میریم. ما مطمئنین جناب سروان؟ اشتباهی پیش نیومده؟ به تو باید حساب پس بدیم. گفتم اونو بازش کن. زود باش. خیره انشالله. باز کن پلیس. بفرمایید. دنبال کرم ازدمیر میگردیم. خونه است؟ بله. صداش کن بیا. اما الان خوابه. چیزی شده جناب تو سروان؟ مادرشی؟ نه نیستم. مادرش بیرونه. پدرش چی؟ پدرش هم نیست. اما شما اینجا صبر کنید، من زود به پدر مادرش خبر میدم. تو مرکز منتظرم. باید زود ببریمش. چرا؟ مگه کرم چی کار کرده؟ والا اونو ما هم نمیدونیم. خواهرم میان مرکز میفهمن. حالا برو بیارش. خاله الماس چی شده؟ چیزی نیست کرم پسرم. ازدمیر تویی؟ بله خودمم. جناب سروان. من که کاری نکردم. چی شده؟ جناب سروان. جناب سروان چی کار داری شما؟ کجا خواهش میکنم دارم من رو بذاری حداقل به پدرش خبر بدم. تو رو خدا آخه کفشاش کرم. آخه من کاری نکردم. تو رو خدا ولم کنی. کرم خاله الماس به مامانم زنگ بزن. وای خدای من.
خدا جونم به لیلا خانم چی بگم؟ جمله‌ای هست که خیلی دوستش دارم. انسان در مقابل همه چیز مسئوله. عامل به وجود آورنده امشب هم همین احساس مسئولیت بود. با بلیطایی که برای شرکت در این جشن خریدیم و با کمک‌هایی که برای کمپین بابا منو به مدرسه بفرست کردیم، آینده 1000 کودک رو نجات دادیم و اونا زیر سایه شما به تحصیلشون ادامه خواهند داد. واقعا از شما ممنونم. یادآوری میکنم که هنوز در نیمه راه هستیم. برای شما شب خوبی آرزو میکنم. خوش اومدیم. داداش شما کجایی؟ نپرس، ترافیک وحشتناک. دفنه کجاست؟ صبح رفت پاریس. ولی من صبح باهاش حرف زدم هیچی نگفت. باید توی ورکشاپ مهم شرکت میکرد. مهم بود. عصبی نکنی چیزی شد. سخنرانیتون عالی بود. ممنون. نه بابا، چی میخواد باشه؟ از وظیفه نشناسیش خسته شدم. به آقا مرادم تشریف آوردن. داداش کجایی تو؟ عشقم عجب سخنرانی قشنگ. گرسون یه بیسکی دو. الماس زنگ زده بوده، با شهر زدی؟ نه اشغالی نکنه اتفاقی افتاده. چی میخواد بشه؟ حتما بچه ها نخوابیدن عزیزم. آخه چند دفعه زنگ زده، مهم نبود که نمیزن. دفنه نیومده داداش؟ نه خدایا همش اشغالی. لیلا جون، الماس به شما زنگ زده، آره، نتونسته با حرف بزنه. کرمو دستگیر کرده. چی؟ یعنی چی؟ لطفاً آروم باش لیلا. نمیدونم، الماس از شدت گریه نمیتونست حرف بزنه، اما تا جایی که فهمیدم پلیس آمدن خونه و کرمو دستگیر کردن. یعنی چی دستگیرش کردن؟ آروم باش یکم. دلیلش چی بوده؟ چیزی گفتن؟ نه چی نگفتن، نمیدونم. الماس خب کجا بردنش؟ نمیدونم. بهم بگو، برام تعریف کن. شما بمونین لطفاً بیرون، پر خبرنگاره. ها؟ نمیشنوم. هیچ توضیحی ندادن. ها؟ چی؟ کدوم مرکز؟ چی شد؟ چی کار کرده؟ نمیدونم، بردنش مرکز. کدوم مرکز؟ عزیزم 1000 تا کلانتری هست این شهر. نمیشنوم چی میگه. کارت شناسایی خواستی؟ عزیزم بیا. پرسیدی کیه؟ نفهمیدی کی بودن؟ میریم به نزدیکترین کلانتری. سریع. چیزی شد؟ از ساحل برو که به ترافیک به نخوری. نگهبانی زنگ نزدی؟ اصلا بپرس ببینم چرا درو باز کرده آخه. چی کار کنه زن بیچاره؟ یعنی چی کار کنه؟ یعنی چی؟ بعدم ما میایم به اینا اعتماد میکنیم، بچه رو میسپریم بهشون، بدون سوال بچه رو برمیدارن میبرن. مگه این سر کوه؟ ساکت شد، نمیشنوم. ساکت نمیشم. حق نداشتن شما نبودید بچه رو ببرن. ببین چی میگه این آدم؟ میگه حق نداشتن بچه رو ببرن. گفته مامان باباش بیان، بعد نتونسته رازیشون کنه. خدا بابا ول کن. الماس صدا تو نمیشنوم، گریه نکن. گریه نکنی، چی نمیشنوم. یاسمین خوابیده؟ الو، شبتون بخیر. چیه؟ متینسون نزد. با دم پایین وکیل رفته. هولدینگ شما. اونورا بارون شدیده. راجع به یه دستور بازداشت اطلاعاتی میخواستم. به خاطر داییمه. چی؟ به خدا من کاری نکردم، قسم میخورم من کاری نکردم، واسه اینکه چی میگی داییم پسر عصبانی جون؟ نشه. داییت کیه؟ مراد
شرمان. دایی چی قرار بوده به ما بگه؟ هیچ. پسر تو خیلی مشکوک میزنی. مگه قراره چی بشه؟ فقط کمیسر بکری زبون اینو میفهمه. آره دقیقاً. باشه ممنونم. عصرتون بخیر. میگه همچین دستوری داده نشده. همچین دستوری داده نشده؟ یه لحظه صبر کن. یعنی چی همچین دستوری داده پروندهشو نشده؟ پیدا نکردم. چطور ممکنه پرونده رو پیدا نکنن؟ این امکان نداره. نگران نباشید، گاهی تو سیستم ثبت نمیشه. تو کلانتری میگم از همه مراکز بپرسن. شاید اشتباه شده. یه اشتباهی شده. اشتباه. شباهت اسمی چیزی. آره. مگه نه؟ بچه‌مو با دمپایی بردن. سلام علیکم آقایون. علیک سلام. مشکلی که پیش نیومد مگه نه؟ نه داداش بکری، دقیقا همونطوری که حرف زدیم مثل آب خوردن آوردیمش. پولو بده بچه رو بگیر. نگران نباشید آقایون، خیالتون راحت. قولمون قوله. حتی بلیتتونم صادر شده. خوش اومدی. بیا ببینم اینم. بیا بیرون، جا به جایی داریم. بیا سرت در نیاد. من کاری نکردم، تو رو خدا منو نکش. من کاری نکردم. باش میکنم منو نکن. گرفتمش داداش. ولم کن. حالت خوبه؟ من کاری نکردم. کاری نکردی چی شده؟ چی شده؟ بدون دخالت پلیس برگرد خونه، منتظر تماس ما باش. پاتو بذاری تو کلانتری، پسرت میمیره. یا سنگ بزرگوار رو بیار بینم. یلا پسر. نهر زنگ زده. بیدار شو پسر، بیدار شو. بزن اینو لهش کن.
کثافت. مشترک مورد لعنتی نظر ها. کمال کجا داری میری؟ میخوام برم تو با پلیسا حرف بزنم. نزن. با پلیس حرف نمیزنیم. ندیدی چی گفتن؟ ولم کن، میخوام برم با پلیسا حرف بزنم. ببخشید زن و شوهرم دیگه. خواهش میکنم، التماس میکنم نرو. تو رو خدا ساکت شو. هیچی نکن. اگه بری بچه رو میکشن. خواهش میکنم. الان چیکار کنیم داداش؟ قر میدیم. خیلی خب بابا، مگسینش رو سر و سرت میذارم. یکم دیگه معطل کنی داداشم حقتو میذاره کف دستت. اگه قرار خاکشون کنیم دست به کار شو. حتما میخوای نماز میدم واسش بخونیم پسر. فرتا اون موقع تو کار بنداز، یکم ازش استفاده کن. نظرت چیه؟ اینو بذار تو ماشین، ماشینم روشن کن. دیگه بجا. نفهمیدم خانوم. وقتی خواباله بودم پلیسا را این هیولا جلو روم دیدم، دست و پام لرزید. هول شدم، گردن شکسته ها با زور بچه رو بردن. اقلا یه کارت شناسایی میخواستین، یعنی اینقدر احمقین؟ به خدا به عقلم نرسید. همینجوری خوشگل زد. نه نمیتونم باور کنم پلیس همچون کاری نمی کنه. میدونی با عقل جور در نمیاد لیلا خانم، اما معلومم نمیکنه. همه جا بالاخره چند تا نخاله پیدا میشه. به نظر من باید زنگ بزنیم بگیم یه اکیپ بفرستن. حق با شماست. ببینیم کی بودن اون پلیسا. نه داری چی کار میکنی؟ هیچ کی به پلیس زنگ نمیزنه. اگه یه مو از سر پسرم کم بشه من به پلیس زنگ نمیزنی. خب چی کار کنیم عزیزم؟ یعنی تو میتونی همینطوری منتظر بمونی؟ لیلا جان اگه به پلیس خبر ندیم اتفاق بدتر. تو مادر نشدی نمیفهمی. اگه یه مو از سر پسرم کم بشه من لیلا حق داره، نمیتونیم این ریسکو بکنیم. کسی که فهمیده کلانتری رفتین زنگ زدنتونم میخواد. من باید چه کار کنم؟ کجا باید برم؟
از کی باید کمک بخوام؟ راستش فکر کنم یکی رو بشناسم که بتونیم ازش کمک بخوایم. محمد، یکی از دوستای قدیمی، تو شعبه امنیت عمومی بود، قسمت کودک ربایی، کلی پرونده آدم ربایی داشت، خیلی هم کارش خوب بود. گفتم پلیس نه، نمیفهمی؟ نه دیگه پلیس نیست، چند وقت پیش استعفا داد، الان وکالت میکنه. منم از دانشگاه میشناسمش. قابل اعتماده؟ چشم بسته ضامنش میشم. پلیس با تجربه ای بود، با سیستم داخلی اونجا آشناست، هنوزم آشنا داره. به نظر من توی این شرایط مناسب ترین شخص برای کمک کردن اونه. بازم ریسک زیادی داره. لیلا ببین طرف پلیس بوده. داداش ریسک نکنیم چی کار کنیم؟ دست و پا بسته اینجا بشینیم؟ نظر تو چیه لیلا جان؟ بگو همین الان بیاد، هر چقدر پول بخواد میدیم، الان بیاد. پس اجازه بدین اول من بهش بگم، اگه قبول کرد سری میرم میارمش. لطفا. ترموساتو عوض کردم، رادیاتورت هم عوض کردم، مشکل چیه نمیفهمم. یه مسیر کوتاه میخوای بری، اونم زهرمارم میکنی به خدا. بله متین تویی؟ ها چه خبر داداش؟ خیر این موقعشه. چی؟ نه بابا نخوابیدم، هنوز نتونستم برم خونه، ماشینم خراب شده نزدیک دفترم. چی؟ چه کاری؟ باشه فردا بعد از ظهر بیا دفترم حرف بزنیم، باشه؟ الان؟ اینقدر ضروریه؟ خیلی خب باشه منتظرم. راستی متین، هفته پیش دفترم آب گرفته، الان یه خورده به هم ریخته است، به تمیزی خودت ببخش. باشه منتظرم. دست و پا بسته خشکمون زد. بعد من راجع به تو باشون حرف زدم، پا شدم اومدم. خب چی میگی؟ داداشم من کاراگاه نیستم. ما هم دنبال کاراگاه نمیگردیم. فکر نمی‌کنی بگردی بهتر باشه؟ اگه کسی رو سراغ داری بگو بریم دنبالش. آخه پلیس هم نیستم، چیکار میتونم بکنم؟ مشورت که میتونم بکنن. داداش خواهش میکنم منو قاطی این داستانا نکن. به والدینش بگو برم پیش پلیس. منم همینو گفتم، اما SMS دادن گفتن اگه بریم پیش پلیس بچه رو میکشیم. تعریف کردم که اونایی که بچه رو بردن هم پلیس بودن. ببین محمد، اینا واقعا به یکی مثل تو احتیاج دارن. دستمزدشم خوبه، اگه قبول کنی فردا صبح اول وقت پیش پرداخت تو حسابته. برای شروع 100,000 تا میدن. اگر بچه‌رم پیدا کنی یه 100,000 تا دیگه میگیری. چرا اینقدر فکر میکنی داداش من؟ کی به آدم اینقدر پول میده؟ میدونم این روزا کسی پول نمیده. پس چی؟ چی؟ باشه همه این چیزا رو بی خیال. اینجا زندگی یه بچه در خطره.
کی بچه رو بردن؟ تقریبا 7 ساعت پیش. کمکم کنین. خواهش میکنم، من کاری نکردم. خواهش میکنم نجاتم بدین. فرتو صدای اینو ببر. من از اینجا با تو هم صداشو ببر. کمکم کنین. به خدا من دروغ نمیگم، من کاری نکردم. کمکم کنین. به خدا من کاری نکردم. خواهش میکنم کمکم کنین. به خدا من میگناهم. من هیچ کاری نکردم. خواهش میکنم نجات. خوش اومدید. بفهمید. سلام. از این طرف. سلام به همگی. دوستم که راجبش باهاتون صحبت کردم. محمد. لیلا خانم. خوش اومدید. ممنونم. آقا کمال. آقا مراد. عزلم خانم. خوشبختم. منم هر خواهش میکنم بفرمایید. حتما متین موضوع رو بهتون گفته. گفتنشو گفته، اما رک بعد بهتون بگم این موضوع به پلیس مربوطه. منم همین فکر رو میکنم، اما همسرم. اینو ببینین. به نظرتون به پسرم صدمه ای زدن؟ نه فکر نمی کنم. واقعا اینطور فکر میکنی؟ اگه میخواستن صدمه بزنن از اول میزدن. بچه‌تون رو دزدیدن و این به این معنیه که از شما یه چیزی میخوان. حتی به خواستشون نرسن با بچه کاری ندارن. پس بیاین هر چه زودتر شروع کنی. پسرمو برام بیارین لطفا. خواهش میکنم. هر کاری بشه میکنم، نگران نباشید. فقط از اول بگم من یه آدم دست تنهام، از پلیس لازم باشه کمک میگیرم. آقای محترم متوجه نشدیم مثل اینکه چون نتونستیم بریم پیش پلیس شما رو استخدام کردیم. هر کاری میکنیم بکنین، اونا رو قاطی این قضیه نه. من نگفتم قاطیشون میکنم. چند تا دوست قدیمی دارم که ازشون کمک میگیرم. اگه لازم باشه که البته لازمه. بریم با نگهبان دم در حرف بزنیم. بعدش هم میخوام یک به یک با همه اعضای خونه حرف بزنم. موبایلتون روشن نگه دارید. اگه حرف زدین خیلی اشغال نکنید. شماره ناشناسم زنگ زد به من اطلاع بدید. حتما. یالا بریم. این ماشین پلیس نیست. یعنی چی؟ مطمئنی؟ زمینه پلاک ماشین پلیس سفید آبیه، اما این آبی و سیاهه. از کجا میفهمی؟ تصویر که سیاه سفیده. نرده رو ببین آبیه، اونم خاکستریه، باید سیاه باشه. با عجله انجامش دادن. اما خوب جعلش کردن.
ساده است. الو چنگیز، چطوری داداش؟ خوبم همه چی رو به راه، خدا رو شکر. نمیخوام مزاحمت بشم، یه پلاکیه که میخواستم برام پیداش کنی. خیلی خوب باشه چنگیز. چنگیز قطع کن، بهت زنگ میزنم. خداحافظ. صدای اونو زیاد کن. مأمورهای آتش نشانی آتش را پیش از آن که به جنگل سرایت کند خاموش کردند. دو سرنشین داخل اتومبیل در حال سوختن جان خود را از دست دادند. گفته شده سوختگی شدید اجساد باعث دشواری در شناسایی آنها شده است. پلیس به عمدی بودن آتش سوزی مشکوک می باشد. آتش سوزی که دیشب آغاز شده بود ساعات اولیه صبح امروز به سختی مهار شد. سوءظن در مورد اینکه منبع آتش سوزی خودروی پلیس بوده، مأمورین امنیتی را هم وارد عمل کرد. دو سرنشین داخل اتومبیل در حال سوختن جان خود را از دست دادند. گفته شده سوختگی شدید اجساد باعث دشواری در شناسایی آنها شده است. عملکرد به موقع مأموران آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت آتش به جنگل و مانع به وجود آمدن فاجعه عمیق‌تر شد. یه دفعه جنگل آتش میزدی. گوشت آدم آرامو اصلا آسانیان نمیسوزه که آتیش خفن میخواد. بیشتر اجتناب کرده. میگیره که چی میگه؟ هنوز شاهد عینی و یا مظنون در ارتباط با حادثه یافت نشده است. برای بچم درست کردی؟ درست کردم اما اینو ببر بده بچه بخوره. بلند شو. بی خاصیت بی مصرف بهم زورم میگه. زور دارم. بابا مرتی که آخه من مگه چی کار کردم؟ ولم کن. حرف نزن، فقط بخور. یا بخور دیگه، بخور بچه جو، آروم باش، وگرنه حالتو میگیرم. میفهمی چی میگم که؟ آره؟ تو مگه سگی که گاز میگیری؟ گوره بابای کسی که بخواد به تو خوبی بکنه بس غذا بده. میدونی کیو گاز گرفتی؟ اینجا خونت نیست. میفهمی که بچه جون؟ میفهمی نه میفهمی؟ آروم باش. بلش کن بکی. دخالت نکنی، بچه پول دارو خیلی لوتش کردن. باید یکم کتک بخوره تا به خودش بیاد. بکی برم کن. منو نگاه کن. اگه یه بار دیگه به این بچه دست بزنی اون دستتو خودم میشکنم. فهمیدی؟ حالا برو بالا. برو گم شو. از تو ماشینی که تو رو انگل سوزوندن فقط جسد 2 مرد در اومد دیگه. بچه که نبود توش. راستی بی زحمت وقتی گزارش پزشک قانونی آماده شد خبرشو به من بده. دست در نکن. بابا این مرده کیه؟ الان وقت اومدنه؟ از اتوبوس جا موندم، خب رفتم خونه دوستم. پورم هم که به تاکسی نرسید مثل همیشه، مجبور شدم تا صبح صبر کنم. تو زبون آدمیزاد سرت نمیشه؟ مگه بهت نگفتم شبا دیر نکن؟ اینجا زیر و رو شده حضرت آقا پی اشغال خودش. چی زیر و رو شده ها؟ چی؟ ماشین دزدی بوده. پلاکش هم تقلبی. کمال این چه حماقتیه؟ حتی نگهبانم نفهمیده؟ کمال فوری اخراجش کن. باشه داداش. با لباس پلیس بهشون حقه زدن. اینا هم فکر کردن پلیس هم ترسیدن. ماشینو خیلی خوب شبیه کردن. پلاکم به ذهن کسی نمیرسه. آها، برای به ذهن یه نگهبان که باید برسه. خب لباس پلیس از کجا آوردی؟ میتونی بری خیابون محمود پاشا برای یه قشون لباس جور کنی. باورم نمیشه انقدر راحت میشه لباس پلیس پوشید و تو خیابون راه افتاد. راحت بودنش راحته، اما اگه بگیرن دهنت مجازات داره.
پس منظورتون اینه که وقتی ماشین و آدم ها رو پیدا کنیم کرمم پیدا میشه مگه نه؟ ماشین رو پیدا کردم ولی هیچ اثری از کرم نیست. ببین پسرم، من ذات این آدمای پس تو میشناسم، خودت هم که دیدی اینا واسه لذت آدم میکشن. میخوای از اینجا صحیح و سالم بری خونه؟ پس تا وقت معامله ساکت و آروم باش پسرم، باشه؟ راستی داد و بیدادم نکن، فقط خودت خسته میشی، کسی هم اینجا صداتو نمیشنوه. اعصاب ما رو به هم نریز، باشه پسرم؟ آفرین، باریکلا. یه جلو میخوام دستتو باز کنم. بیا. چرا اینطوری بستن دستتو؟ خیلی خوب. بیا اینو بخور پسرم. پیرمرده چه کار است ها؟ فالکو رفته تو خط پیرمرده، ما خبر نهریم. داداش من همینطوریه، تو محله کسی نیست کمکش نکرده باشه. قربونت دلشت بری. الان اقلا میدونیم افراد پلیس نبودن. یعنی منظورت اینه که اون آدما با لباس پلیس بازی چه بودن؟ کارشون که تموم شد اونا رو کشتن و کرمم با خودشون بردن. خدایا پسرم دست چجور آدمایی؟ لیلا خانم، ما بیشتر از این که بخوایم بدونیم چه جور آدمایی هستن باید بفهمیم که از شما چی میخوان. پول میخوان؟ دیگه ممکنه چی بخوان؟ ما که با کسی خورده حساب نداریم. اونشو من نمیدونم، شما باید بگین. منظورت چیه؟ آدما فقط به خاطر پول دزدیده نمیشن، میتونه خصومت باشه. نمیدونم، شاید پا رو دم کسی گذاشتین یا اشتباهی کردین، من نمیدونم. آقا محمد در این زیاده روی میکنی. تنها خانواده ثروتمند این کشور شما نیستین. از خودتون بپرسید که چرا ما. هدفم از این حرفم عصبانی کردنتون نیست. دشمناتون رو بعد دونه دونه بیارید جلوی چشتون، شاید یکی از اونا بچه‌تون رو دزدیده باشه. ما با کسی خورده حساب نداریم مگه نه؟ مامان فرشته من، عین فش از دستم در رفت. لیلا خانم از وقتی بیدار شده به زور بالا نگهش داشتن. اشکالی نداره. داداشم کجاست؟ تو کی هستی؟ محمد، تو کی هستی؟ یاسمین. خوشبختم یاسمین. بیا عزیزم، بیا بریم صبحونتو بخور. من بدن میام. میشه اتاق کرمو ببینه؟ البته، بفرمایید.